از شما جوانان ایرانی میخواهیم که در آتش زدن قرآن به جمع ما بپیوندید. این چیزیه که تازیان به ما آریایی‌ها دادن و باعث شده ما به جون هم دیگه بیفتیم روی این کلمات که خامنه‌ای برای ما آورده شده. برای ما این کتاب اصلا همش خرافاته، باید آتیشش بزنیم. ملت من برای این قرآن که دارن میپرستنش نمیدونن چیه. اصلا از این کلمات خیلی نفرت دارن. این کلمه تازیه که برای ما آریایی‌ها گذاشتن. این کلمات به زور به ما آموزش میدن. این خرافه پرستیه. آتیش بگیرن تا لذت ببرن. کلمه عربان که با الله اکبر افتادن به جون همدیگه. ما ایرانی ها رو آلوده این کردن و آتیشش بزنن تا کل این مسلمونا ببینن که این خرافاته.